سلام خدمت همراهان گرامی. امروز با یک بافت جدید در خدمتتون هستیم. امیدوارم که این بافت بسیار زیبا که لیف عروس بهش میگن در منزل این بافت رو انجام بدین و ازش لذت ببرید. با این آموزش با من همراه باشید. 5 زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 و 5 تا دونه. به اولین زنجیرمون حلقمون رو متصل میکنیم، 2 تا زنجیره میزنیم. حالا برای بافت فندقی هامون یک نخ دور قلاب میندازیم، از داخل حلقه یک نخ میگیریم. به اندازه 2 تا زنجیرمون باید نخ بالا بیاد. 2 تا رو یکی میکنیم و نخ و دور قلاب نگه میداریم. دوباره دور قلاب نخ میگیریم و از داخل حلقه هم مجدد نخ میگیریم. 2 تا رو یکی میکنیم. این کار رو باید 5 مرتبه انجام بدیم. 2 تاش رفته، سومین دونه 2 تا رو یکی میکنیم، چهارمین 2 تا یکی و پنجمین دونه 2 تا یکی که سرجم ما باید 6 تا دونه دور قلاب داشته باشیم. 1 2 3 4 5 6. 6 تا رو در اینجا یکی میکنیم. مجدد روی همین بافت یک زنجیره دیگه میزنیم که به این میگن فندقی. دوباره 2 تا زنجیره از داخل حلقه یک نخ میگیریم، 2 تا رو یکی میکنیم، نخ دور قلاب و این مرحله 5 مرتبه باید تکرار بشه. 2 تا یکی سرجم باید 6 تا دونه داشته باشین. 2 4 و 6. 6 تا رو یکی میکنیم و روی بافتمون هم یک زنجیره میزنیم که دونه های فندقی با فاصله 2 زنجیره. این کار رو 6 مرتبه تکرار میکنیم که 6 گلبرگ فندقی باید داشته باشیم. ما 6 فندقی رو بافتیم با فاصله 2 زنجیره. به ابتدای اولین زنجیره که کنار فندقی زدیم به بالای سر فندقی این اتصال رو به وجود میاریم. ببینید دوستان، بالای سر فندق اتصال رو میزنیم، یک زنجیره دیگه و اینجا نخ رو قیچی میکنیم برای تعویض رنگ. ببینید دوستان، ما با این فاصله های بین فندقی ها که 2 زنجیره زدیم کار داریم، یعنی باید این فاصله ها رو از فندقی پر کنیم. یک دونه میگیریم، زنجیره میزنیم، 2 تا زنجیره دیگه میزنم، در کنار همین 5 فندقی دیگه بافت میزنم. این اولین فندقی، 2 تا، 3 تا، 4 تا و پنجمین فندقی، اینم 5 تا. پس سرجم شد 6 تا. 2 4 6. 6 تا رو یکی میکنیم، باز مجدد یک زنجیره بالای کار میزنیم، 2 تا فاصله زنجیره میزنیم، داخل همین زنجیره مجدد فندقی دومم بافت میزنیم. 2 3 4 5 و دونه آخر 6 تا. 2 تا رو یکی و الان 6 تا رو یکی میکنیم. بالای کار زنجیره زده میشه با فاصله 2 زنجیره و مجدد وارد فاصله 2 زنجیره ها میشیم. 2 تا فندقی
بافت میخورن با فاصله 2 زنجیره. این کار رو تا پایان رج ادامه میدیم. ببینید دوستان، کار ما به این صورت در اومد. 2 فندقی با فاصله 2 زنجیره. کارمون رو به بالای فندقی اولی که زده بودیم اتصال میدیم، 1 زنجیره و مجدد نخ رو عوض میکنیم. حالا نخ رو به این علت عوض میکنیم که رنگای هر مرحله که جلو میریم فندقی ما بهتر مشخص بشه. مجدد بین فندقی ها که فاصله 2 زنجیره زده بودیم اینجا کار داریم، پس باید 1 نخ بگیریم، 1 زنجیره میزنیم، 2 تا زنجیره دیگه بالای کار میزنیم و داخل همین فضای 2 زنجیره باید 2 تا فندقی بافت بخوره. پس فندقی اول رو میبافیم، نخ رو میگیریم، دوتا رو یکی میکنیم، نخ میگیریم، دوتا رو یکی میکنیم و آخرین دونه رو بافت میزنیم که همون 5مین دونه با دونه اول که 2 زنجیره بود. 6 تا سرجم دونه 2 رو قلاب داریم، یکی میکنیم، زنجیره بالای کار میزنیم و مجدد 2 تا زنجیره دیگه میزنیم، در کنارش 1 فندقی دیگه هم بافت میزنیم. 5 تا ما باید دونه به عنوان فندقی داشته باشیم. آخرین دونه که 5مین دونه فندقی میشه. الان 2 تا رو یکی میکنیم و مجدد 6 تا رو یکی و بالای کار جمع میشه با 1 زنجیره. مجدد 2 زنجیره وارد فضای بعدی زنجیره میشیم. در اینجا 1 فندقی ما باید بافت بزنیم کلا، یعنی 2 تا فندقی تو 1 فضا و 1 فندقی هم داخل فضای بعدی. آهسته بافت میزنم که متوجه بشین. و 5مین سرجم 6 تا دونه باید داشته باشیم. 6 تا داریم، 6 تا رو یکی میکنیم و در آخر 1 زنجیره میزنیم بالای فندقی که کار ما جمع بشه. مجدد 2 زنجیره وارد خونه بعدی میشیم. همینو تکرار میکنیم تا پایان رج سوم. همین مرحله رو ادامه میدیم. خب پایان رج سوممون به این صورت در اومد و اتصال رو به بالای فندقی اول بافتمون در رج سوم متصل میکنیم و بست رو میزنیم. 1 زنجیره مجدد رنگ به اول باز میگرده. در رج چهارم 2 تا فندقی با فاصله 1 زنجیره، خونه بعد 1 فندقی با فاصله 2 زنجیره و تا آخر همین روش رو ادامه میدیم. خب این رج هم به اتمام رسوندیم و اتصال رو زدیم. مجدد به رنگ بنفش رنگ رو عوض میکنیم و همین روش رو تو فضاهای 2 زنجیره بافت میزنیم. 2 تا فندقی، 1 دونه فندقی تو فضای بعد با فاصله های 2 زنجیره. در آخر تکمیل میکنیم و مجدد برمیگردیم برای ادامه آموزش. خب دوستان این اتمام کار ما هسته، چون اندازه دستم کافی بود. حالا اگر دستتون بزرگتر بود 1 رج بهش اضافه کنید. و الان میخوام قسمت ساق دست رو بافت بزنیم که به اندازه 9 تا دونه ما باید جدا کنیم و ساق رو بافت بزنیم. خب ما الان از فضاهای 2 زنجیره‌ای نخو میگیریم،
یک دونه زنجیره میزنیم، مجدد 2 تا زنجیره دیگه در کنارش میزنیم و فندقی رو تو همین فضا میبافیم. پس شد همون روش فندقی و 6 تا دونه ما باید دور قلابمون داشته باشیم. 6 تا رو یکی میکنیم، یک زنجیره و فندقی رو جمع میکنیم. مجدد 2 تا زنجیره تو خونه بعد فندقی بعدی رو بافت میزنیم. دونه پنجم که سرجم 6 تا باید داشته باشیم. 6 تا رو یکی میکنیم و فندقی رو جمع میکنیم. ما تا 9 تا خونه باید این بافت رو انجام بدیم. خب ما 9 تا خونه رو بافت زدیم و کار رو بر میگردونیم. 2 تا زنجیره رو که زده بودیم مجدد تو همین فضای زنجیره فندقی ردیف رج دوم رو بافت میزنیم و 6مین دونه همه رو یکی میکنیم. 2 تا زنجیره. ببینید دوستان ما تا این دونه آخر فندقی ها رو بافت میزنیم. خب به رج دوم به آخرین دونه رسیدیم که اینجا باید یه توضیح به شما دوستان بدم. بعد از 2 تا زنجیره که زدیم میایم یه نخ دور قلاب میندازیم و یه پای بلند روی فندقی آخر بافت میزنیم و مجدد برمیگردیم. دوباره 2 تا زنجیره و داخل فضای 2 زنجیره باید همون فندقی رو بافت بزنیم تا به انتهای کار رسیدیم. خب به دونه آخر رسیدیم. بالای فندقی یک پای بلند میزنیم، کار رو برمیگردونیم و مجدد همین مسیر رو ادامه میدیم. ببینید الان 3 رج بافته شده. شما تا 5 رج میتونید این بافت رو انجام بدید. خب دوستان پایان کار ما به این صورت در اومد و ساق دستم بافته شد. حالا شما هر اندازه که دوست داشته باشین میتونین این قد ساق رو اضافه کنید. من روی کار رو بافت زدم که باید حتما 2 تا از این بافت رو داشته باشین که به همدیگه متصل کنین. خب ما 2 تا کار رو همدیگه قرار میدیم و حاشیه کار رو که اتصال 2 تا لیف هسته بهتون آموزش میدیم. از هر دو وارد میشیم و یک نخ میگیریم، یک زنجیره میزنیم، وارد زنجیره بعدی میشیم و یک دونه میگیریم، پای کوتاه رو بافت میزنیم. مجدد وارد خونه بعدی میشیم، یک دندونه میگیریم و پای کوتاه رو بافت میزنیم. از فندقی ها که روبروی همدیگه هستن از بغل هر دو میگیریم یه دونه و ببینید دوستان ما پای کوتاه رو بافت میزنیم. تا آخر باید همین مسیر رو ادامه بدیم. من دور تا دور کار رو بافت میزنم. انتهای کار ما به این صورت در اومد و ما دور تا دور کارمون رو با پای کوتاه حاشیه زدیم و به لبه کارمون هم که پای کوتاه رو اتصال دادیم جلوه و زیبایی رو به لبه کارمون هم دادیم و در انتها 30 تا دونه زنجیره زدیم و به همون نقطه اتصال دادیم. حالا اگر دوست داشته باشین یک کمربند هم برای لیفتون ببافین
میتونید 140 تا زنجیره بزنید و در انتها 2 تا گل پفکی یا همون گل فندقی که آموزشش رو تو کانال گذاشتم ببافین. دو طرف زنجیرها اتصال بدین که زیبایی لیفتون رو بیشتر میکنه. خب دوستان، ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. تا آموزش بعدی شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدارتون.